یک زن 4 تا مرد رو به جهنم میبره. یک زن. پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیثی میفرمایند روز قیامت بر سر در بهشت 8 تا در داره، بر سردر هر دری نوشته من بر 3 نفر حرامم. خدا اون روز نیاره که من و تو بریم در بهشت تک تک در بهشت رو بزنیم، همه جلو ما میرن بلافاصله تو سینمون بزنن من بر تو حرامم، تو هم بر من حرامی، جای تو جهنمه، داخل من بر تو حرامه. اون 3 نفر کیان؟ یک دائم الخمر، کسی که 24 ساعت داره خمر می نوشه، این بهشت برش حرامه. 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، کنار آدم میلرزه. حالا شاید شما دائم الخمر بیستید الحمدلله یا خیلی ها نیستن، خدا شکر یک بارم لب به شراب نزدید، دهنتون مبارکه، همش اسم خدا و یاد خدا و ذکر خدا، آلوده نشده. ولی دومی خیلی خطرناکه و همه ما لغزیدیم. کسی که به پدر و مادرش بی احترامی کرده. یکی از دوستان معلم من بوده، 20 سال پیش معلم من بوده عزیزان من، دوره راهنمایی. این تعریف میگفت آقای صالحی بهش میگن، میگه شب صدای در آمد، در خونه ساعت 11 شبه. گفتم این وقت شب کیه؟ حالا که رفتم یه پیرمرد سرسفیدی دم در ایستاده همجور داره گریه میکنه، تا منو دید انداخت تو آغوشم. گفتم پدرم چی شده، چرا گریه میکنی؟ گفت که پسرم تهدیدم کرده اگر ساعت 11-12 شب آمدم خونه، تو خونه دیدمت وای بر حوالت کتک مفصلی بهت میزنم. به پدرش گفته اگر تو خونه دیدمت کتک مفصلی از دست من میخورید. حالا سر ساعت 11 میترسم برم خونه پسرم چه شلاق آماده کرده که کتکم بزنه. مادری میرفتم پیشش، مسن 70-80 سالشه، رفتم پهلوش، تا رفتم پهلوش گریه کرد. گفتم چی کار داری مادرم، سفارش کردی؟ گفت که پسرم به اون میگه کی سقط میشی، میمیری، خفه میشی، ای پیر زن تا از دست راحت بشم. مادری بوده که زن پسرش به پسرش گفته یا من تو این خونه یا مادرت. مرده هم به زنش گفته تو باشی، مادرم این پیرزنه خرف، به خاطر تو، به خاطر تو بیام مادرم تو نگه، تو خونه نگه بدارم، مادرم بره بیرون تو باشی. آه مادر. در مدینه شخص مادرش رو کول کرده بود، رو کتفش آورده بود مسجد النبی نماز بخونه. بعد از نماز مادرش رو کتفش گذاشت رفت پیش پیغمبر، همجور بیدار بود که نباید رو شکم بخوابه، به تو فشار بیاد. گشنه میشد، تشنه میشد، نمیتونست رو به زمین بذاره، همینجور تو شکمش میچرخید. حالا آمدی یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی به دنیا آمدی 2 سال از شیرش مکیدی، لباس کثیفت شسته بدونی که در بینیش بگیره. حالا یه بار کولش کردی، میگه حقش ادا کرده. وقتی مادر و پدر به سن بالا میرسن دلشون نازکتر میشن، کمبود بیشتری احساس میکنن، بیشتر نیاز به رعایت دارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند، علما میفرمایند دعای پدر و مادر در حق اولاد مثل دعای پیغمبر در حق امتشه. بترس از دعای مادر و نفرین مادر. این قصه رو گوش بده. در خود مدینه جوونی عجلش رسیده بود، هر کاری میکردن سکرات مرگ بهش فشار میامد، چشمش اینطوری سرخ میشد، جانش بالا نمیامد، روحش در نمیامد. خبر به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید که مادرش نفرینش کرده. مادرش طلبید، گفت مادر این پسر تویه؟ گفت بله. گفت حلالش بکن، ببخشش آخر عمری تا روحش در بیاد، تا زجر نکشه. گفت نمیتونم حلالش بکنم، اونقدر به من بی احترامی کرده که حدی نداره، اصلا از دلم در نمیاد. گفت خواهش میکنم، من از تو خواهش میکنم حلالش بکن. گفت نه نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم باش صحبت نکرد با پیرزن، دستور داد هیزم بیارید. هیزم آوردن، گفتن آتش بزنید، آتش زدن. پیرزن الله مات شده بود. آتش برای چی؟ هیزم برای چی؟ بعد دستور داد که حالا نگاه میکنه پیرزن، مادر من
دستور داد این جوان رو بلند بکنید بندازید تو این آتش. صحابه دویدن به طرف جوان که بلندش بکنن تو آتش بذارن. پیرزن گفت چیکار میخوای بکنیم؟ اول سکوت بود، آتش زدن، هیزم آوردن، بلند کردن پسرش، جلوش تو آتش. چیکار میخوای بکنید ای رسول خدا؟ گفت تو حلالش نکردی، نبخشیدش. اگر تو حلالش نکنی روز قیامت باید بره تو جهنم بسوزه. من میخوام بلندش بکنم تو آتش بندازمش. همین کار ملائکه بهش میکنن تو روز قیامت. اینجا بود که مادر یک پارچه خودش فراموش کرد و محبت مادری گل کرد، دوید همینجور بچه‌ش تو آغوش گرفت و نوازش کرد و حلالش کرد. عاطفه مادر چقدره، گذشت مادر چقدره، محبت مادر چقدره، شفقت مادر چقدره. پسرش تو آغوش گرفت، سر و صورت و پیشانیش همه بوسه زد و حلالش کرد. تا حلالش کرد روح پسرش هم بالا آمد. چند بار به مادرت گفته ای پیرزن؟ دختره حالا دیپلم گرفته، دانشگاه داره میره، پاش رو پا انداخته، مثل یک نوکر کنیز به مادرش میگه خوراک درست کن، خوراک بیار، لباسم اتو بکن، لباسم بشور، من دانشگاه دارم میرم. یکی از علامات قیامت ان تلد الامة ربتها، این که بیوی کنیز بیاد بیویشو به دنیا بیاره. سوال کردن تعجب کنیز چطوری بیوی به دنیا میاره؟ گفت در آخر زمان دختری که باید اطاعت و احترام مادرش بکنه برعکس میشه، مادر باید اطاعت دخترش بکنه. حالا شده داره میبینی پسرها همینطورن. یه جوونی آمد در مدینه شکایت باباش بکنه، گفت بابام پولم برداشته، پولم بهم نمیده، حقم خورده. رسول الله عصبانی شد گفت انت و مالک لبیک اذهب، دیگه از این حرفا نزن، تو و مالت مال باباته. وقتی به دنیا آمدی یه ساعت هم سر مچت نبود، یه لباس هم پاد نبود، نداشتی، حالا آمدی شکایت بابات کردی که مالم خورده. تو چه کاره هستی اصلا؟ روی سردر بهشت نوشته من بر 3 نفر حرامم: 1 دائم الخمر، 2 کسی که به پدر و مادرش بی احترامی بکنه، 3 دیوس. اون 2 تا فهمیدن. صحابه سوال کردن دائم الخمر میشناسیم، حقوق والدین هم میشناسیم، میدونیم چیه، دیوس چه کسیه؟ گفت دیوس کسی که نسبت به ناموسش بی تفاوته. یه روزی در آخر زمان دیاست و دیوسی و بیغیرتی به مردان امت من سرایت میکنه. اینها بدونن که بوی بهشت نمیشنون و رو سردر بهشت نوشته دیوس بر من حرام، مرد من نمیشه. کسی که راضی بشه زنش آرایش بکنه، 7 قلم سرخ و سفید، عطر کلون، لباس نازک، کفشش، پاشنه کفشش 1 متر، کرک تو این خیابون، بوی آتکلونش از کجا داره میاد؟ آقام عین خیالش نیست. جرأت هم نمیکنه زنش از جلو چشمش رد میشه، جرأت نمیکنه بگه زن کجا میری. دوستی یه وقت به من گفت که یه زنی همطور خیلی شارلاتان بوده، به شوهرش میگه پول بده. شوهرش قدش خیلی کوتاه بوده، ضعیف بوده، زنش خیلی به زنش به شوهرش میگه پول بده. میگه پول نیست. کجا میخوای بدی؟ پول نیست. این پول نمیده نه؟ بلندش میکنیم میذاره تو تاقشه. یا پول بده یا پایینه نمیارن. آخرم با یه برادر افغانی فرار کرد، هنوزم پیدا نشده. شب 3 تا افغانی پدر شوهرشو کشتن. من خودم رفتم سر همین میت، از مدینه آمده بودم، بعد از 3 سال گفتن یه میت واقع شده. 3 تا افغانی بودن. شب اونقدر این پدر شوهرشو کتککاری کرده بودن و جنساشو برداشته بودن، تو خونه خوابیده بوده. مستاجرش بودن نه؟ با زنش چه توافق میکنن، بعد چه فرار میکنن. یه گونی آردی به این بزرگی تو گلوش، تو این دهانش جا داده بودن، بعد دهانشو بسته بودن، کتککاری، دستش از پشت. فوت کرده بود دیگه. پزشک قانون آمده بود، ما هم رسیدیم اونجا رفتیم نگاه کردیم. زنش هم هنوز رفته، الان نزدیک چند ساله؟ چیزی حدود 17 ساله همون زن. مردانگی تو چیه؟ خیلی عجیبه. گاه وقتی میگیم بابا عروسی اسلامی بکنیم، با جوان که غرور داره، همه جوانا عروسی غیر اسلامی کردن، ساز و دهل و مقاول و نمیدونم فلان و این چیزا آوردن، مطرب آوردن، با جوان صحبت میکنی، دختر و پسر چارش میکنی، نصیحتش میکنی، میگی چشم جناب شیخ باشه، حالا که تو خواهش میکنی چشم عروسی اسلامی میکنم. همه راضیان. یه وقت میبینی نه، حالا برنامه فردا شبه، یک دفعه تلفن میاد، نه برنامه به هم خورده شیخ،
تو تا دیشب میگفتی برنامه درسته، قانع شدی، گفت نه مادر بزرگم قبول نکرده، هر کاری کردیم سرش زیر نمیاد. مادر بزرگم نظر کرده که من عروسی تو بشه من دستمال بازی بکنم، نظر گرفتم که ساز بیارن دهل بیارن من دستمال بازی بکنم. 80 سالشه. تعجب میکنی. نظر روزه شنیده بودید، نظر نماز، نظر نمیدونم صدقه، نظر نمیدونم الان نظر رقصیدن هم بشنوید. نظر رقصیدن هست، خیلی عجیبه. اونم چه کسی پیرزن 80 ساله هنوز داری تو دل داری دستمال بازی بکنی؟ اینطوری ما مبتلا شدیم نه؟ هرچی میگیم به بابا، به مردم میگیم بابا شما مردی، میگه زیر زن نمیشه. خیلی عجیبه، خیلی راحت ما چاره زنی همون نکنیم. خیلی عجیبه، چاره زن نمی کنیم، پس تو چه کاره هستی؟ ای داد و بیداد.